سلام بینندگان عزیز، سرخط خبرهای 18 ایل را من مومین احمدی تقدیم میکنم. روسیه به یک حمله جدی‌تر در اوکراین آماده می شود. یک تاجیک و یک چچن را برای تشکیل زناشویی در مسکو جزا دادند. گرمی هوا در تاجیکستان به 47 درجه رسیده است و همسران مهاجران تاجیک درس می‌دهند که پول شوهران را چی طور صرف کنند و پدر و پسر را در ناحیه بلجوان از جوابگری آزاد کردند. تفصیلات این و دیگر خبرها را در ادامه برنامه منتظر باشید. بینندگان عزیز، آنهایی که سری کارند و بیماری دارند باید در یاد داشته باشند که امروز گرمترین روز سال است. کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داده است که تا 22 ایول در نواحی ولایت ختلان و ناحیه‌های اطراف دوشنبه حرارت هوا تا 47 درجه گرم خواهد شد که در 20 سال اخیر چنین نبوده است. احتمال زیادتر آب شدن پیریخ‌ها و سیلخیزی نیز در نظر است. کمیته حالتهای فوق‌العاده به ساکنان هشدار داده است که در گرمای روز به ضرورت به کوچه نبروند و برای حفظ بدن از 2 تا 3 لیتر آب نوشند. به والدین هشدار دادند که کودکان خود را در گرما نگه ندارند و همزمان احتیاط کنند که آنها در کل و حوضهای خطرناک آببازی نکنند. جسد یک سرباز مرزبان در ولایت مختار کوهستان بدخشان را به پیوندانش در ولایت سوخت سپردند. روشن ناصرف 10 ماه پیش به ارتش جلب شده بوده است. سبب مرگ او را نارسایی شدید کاری دل و رگ‌های نفس گفتند. پیوندانش به این باور ندارند. تفصیلات این خبر را در سامانه رادیوی آزادی بخوانید. و خبری دیگری که در برنامه خواهیم داشت سرنوشت خانواده دوران فا است. پدر و پسری که در ناحیه بلجوان ولایت ختلان پس از بحث با برادر وزیر به قلابی ایبدار شده بودند از بازداشت رها شدند. پرونده سید مومین و سیف‌الدین دوران فا تا 1 ماه پیش تفتیش میشد. دادستانی اعلام کرد که اکنون آنها آزاد شدند. آنها با برادر وزیر چی بحث داشتند و بر اساس کدام قانون آنها آزاد شدند در گزارش مفصل در برنامه اخباری آزادی پس از 3 ساعت دیگر تماشا کنید. صرف نظر از بعض پیشرفت‌ها در منطقه دونباس واقع در شرق اوکراین، نیروهای روسیه موقعیتشان را در شهرهای کلیدی جنوب این کشور تحکیم بخشیده برای مقاومت به حمله‌های جوابی نیروهای اوکراین آماده می‌شوند. وزارت مدافعه بریتانیا میگوید روسیه افسر و سربازان و اسلحه جنگی را بین منطقه‌های خرسون، ماریوپول و زاپاروژیا جابجا کرده است. ضمناً در زاپاروژیا نیروهای روسیه بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا را تحت تصرفشان قرار دادند. در اظهارات وزارت گفته می شود که اقدام‌های اخیری روسیه از آن شهادت می دهند که کرمل تهدید اوکراین را جدی ارزیابی می کند. در صحبت با خبرگزاری BBC ادمیرال بلندپایه بریتانیا تونی رادکین گفت در دوره تجاوز به خاک اوکراین روسیه تخمیناً 50,000 افسر و سرباز و نزدیک 1,700 تانک را از دست داده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون نوی را امضا کرد که امکان دارد بر اساس آن در این کشور ساکنان بیشتر را آگنت خارجی نامند. پیشتر آنهایی را شامل رویخط آگنت‌های خارجی می‌کردند که از خارجی‌ها مبلغ دریافت می‌کردند، ولی حالا برای تحت تاثیر خارجی قرار گرفتن نیز ساکنان را وارد این رویخط می‌کنند. شخصان حقوقی و واقعی که آگنت خارجی عنوان گرفتند حق درس دادن در مکتب‌های میانه و عالی دولتی را ندارند و همچنین برای عملی سازی فعالیت ایجادی از جانب دولت روسیه سرمایه‌گذاری نخواهند شد. با چنین افراد همچنین اجازه برگزاری چهاربینی‌های عمومی را نمی‌دهند. دادگاه شهری ادینسوی ولایت مسکو یک تاجیک و یک چچن را برای تشکیل زناشویی گروهی زندان کرد. ایوب احدفی چچن و بختیار عبداللهی تاجیک با آن ایبدار شدند که روز 6 آگوست سال گذشته یکی چچن ها و دیگر گروهی از تاجیکان را گرد آورده زناشویی تشکیل کردند. دادگاه هر دو را با اتهام اوباشی با استفاده از سلاح گناهکار دانست. بختیار عبدالله شهروند تاجیکستان را به 2 سال زندان و ایوب احدف زاده چچنستان را به 1.5 سال زندان محکوم کردند. آژانس ضد فساد تاجیکستان 10 مورد خدمت یکجایی خویشاوندان نزدیک در مؤسسه‌های دولتی را آشکار کرده است. بر اساس قانون مبارزه با کروپسیا در یک کارخانه کار کردن پیوندان نزدیک که در اطاعت یکدیگر باشند منع است. سرنوشت خویش و تبارانی که با هم کار کردند چه شدند و آنها را چی جزا دادند در گزارش مفصل در برنامه اخباری آزادی پس از 3 ساعت دیگر تماشا کنید.
در شهر باختر سازمان جهانی مهاجرت یک گروه از استادان را برای درس دادن همسران مهاجران مهنتی آماده کرده است. این گروه به همسران مهاجران درس می‌دهند که چی طور پولی از روسیه فرستاده شوهران خود را صرف کنند. در این مشغولیت‌ها که قرار است به نزدیکی آغاز شوند، به همسران مهاجران درباره بودجه عائله، درآمد و خرج هر روزه، نقشه خراجات دراز مدت، اداره کردن پس‌انداز و قرض معلومات و مشورت داده می‌شود. سازمان بین المللی مهاجرت موضوع خرج پول مهاجران از سوی خانواده‌هایشان را در مثال 2 مهاجر شرح داده است که هر 2 ماه 2000 سامانی می‌فرستند، اما عائله یکی آن را می‌رساند و دیگری قرضدار هم می‌شود. اکثر عائله‌ها در تاجیکستان با پول شوهران و فرزندان مهاجرشان زندگی را پیش می‌برند. مؤسسه‌های جهانی می‌گویند در تاجیکستان سواد مالی اهالی پایین است و بسیاری‌ها صرف و خرج درست استفاده با ثمر پول خود را نمی‌دانند. امروز 18 ایول بانک ملی تاجیکستان 1000 روبل روسی را 171 سامانی و 50 درم معین کرده است. $1 آمریکایی به 10 سامانی و 40 درم برابر شد. بانک ملی امروز 1 یورو را به 10 سامانی و 48 درم مبادله خواهد کرد. این معلومات درباره قرب رسمی اسعار خارجی است. در بانک‌های تجارتی ممکن است قرب روبل و دلار و یورو فرق کند. بار دیگر خاطر نشان می‌کنیم که امروز گزارش از نشست خبری بانک ملی تاجیکستان پیشکش شما می شود که در آن از جمله قرب سامانی در مقابل اسعار خارجی بحث شده است. و سپاس از شما بیننده های عزیز برای همراهی. سرخط خبرها را به پایان می بریم، اما بعد از 3 ساعت دیگر با خبر و گزارش های نو در برنامه اخبار آزادی به صحبت شما برمیگردیم.